گزارشات پی در پی از اتفاقات عجیبی که در مطب یک دندانپزشک رخ داده به دست پلیس میرسه که حاکی از این بوده که این فرد از مریضهای خودش سوء استفاده میکرده و مواقعی که اونها در مطب بودن به طرق مختلف بهشون دست درازی میکرده که البته این موضوع با شکایت عجیب 3 زن برملا میشه. تا انتهای ویدیو همراه هم باشید تا جزئیات حساس این پرونده رو با هم بررسی بکنیم. حوالی مهر ماه سال 1402 بوده که در پایتخت اتفاقات عجیبی میفته و از یک مطب دندانپزشکی گزارشاتی به دست پلیس میرسه مبنی بر اینکه اون دندانپزشکی که اونجا به فعالیت خودش داشته مشغول بوده از زنهای مختلفی داشته سوء استفاده میکرد و مراجعینی که به اونجا میرفتن دندونشون رو درست بکنن با دست درازی و سوء استفاده این فرد مواجه میشدن. بعضیاشون نمیتونستن حرکتی بزنن و این فرد هر کاری که دلش میخواسته رو انجام میداده، بعضیاشون اما مانع این کار میشدن که با اجبار و اکراه این دندانپزشک روبرو میشدن و این فرد به زور سعی میکرده تا به بدن و اندامهای خصوصی این افراد دست بزنه که یه تعدادی از این افراد نمیتونن موضوع رو تحمل بکنن و به اداره آگاهی میان و بابت این مسئله شکایتی رو طرح میکنن. پلیس که تحقیقات خودش رو آغاز میکنه بررسی ها رو اول از مطب شروع میکنه. همه این افراد ادعا داشتن که داخل مطب این اتفاق براشون رخ داده، در حالی که به همراه پزشک تنها بودن و شاهد دیگری هم نداشتن. اما نیروهای آگاهی وقتی به مطب این فرد که اسمش محمد امین بوده میرن، داخل مطب رو که چک میکنن میبینن داخل اونجا دوربین مداربسته وجود داره و تقریبا تمامی روزها رو هم این دوربین ثبت و ضبط کرده، ولی بررسی تصاویر نشون میده که هیچ کدوم از 2-3 نفری که به اداره آگاهی رفتن و از این فرد به اتهام دست درازی شکایت کردن توی تصاویر حضور ندارن. محال ممکنم بوده که این فرد بخواد بخشی از تصاویر دوربین ها رو پاک بکنه، چون به ترتیب تصاویر روزهای مختلف داخل دوربین و هارد دستگاه وجود داشته. پلیس نسبت به موضوع مشکوک میشه، تعجب کرده بوده. گفته های این شاکی ها هم به نوعی جدی بوده و در حدی بوده که اصلا میگفتن آقا این اتفاق افتاده و این فرد از ما سوء استفاده کرد و سر و صدامون هم توی مطب بالا اومد و حتی منشی خود این دندانپزشک یعنی محمد امین هم شاهد ماجرا بوده به صورت صوتی. نیروهای آگاهی از طرفی وقتی تصاویر دوربین های اون مجتمع مورد نظر رو چک میکنن میبینن که بله واقعیت داشت و این افراد وارد اون مجتمع شدن. پس یعنی به کجا رفته بودن و چه اتفاقی این وسط افتاده؟ توی این بازه که پلیس داشته تحقیقات خودش رو انجام میداده، طی یه اقدامی عجیب همه افرادی که اومده بودن و از این فرد شکایت کرده بودن که اون بهشون دست درازی کرده از شکایت خودشون صرف نظر میکنن و میگن که اشتباه کردن و نیازی نیست که دوباره نسبت به این مسئله پیگیری بشه. پلیس این احتمال رو میده تا شاید محمد امین با پول این افراد رو راضی کرده تا اونها از شکایتشون صرف نظر بکنن. هر چیزی که بوده این مسئله همونجا همینطور باقی میمونه و پرونده بسته میشه. اما به مرور زمان توی این مطب اتفاقات دیگری رخ میده که باعث میشه تا پای پلیس مجدداً به این قضیه باز بشه. این بار حوالی تابستون 1403 بوده که دختری حدوداً 23-24 ساله به اداره آگاهی مراجعه میکنه و همراه خانواده در حالی که داشتن گریه میکردن ادعا میکنه یک فردی به همراه دوست دندانپزشکش از این فرد سوء استفاده کرده. این دختر در تشریح ماجرا میگه من مطب دندانپزشکی رو پیدا کرده بودم و به اونجا رفته بودم تا دندونم رو درست بکنم که موقعی که در انتظار بودم یه پسری ولکن من نشد و توی مطب تونست مخ من رو بزنه و بین ما شماره رد و بدل شد و بعد از اون من با این پسر حدود 1 هفته‌ای ارتباط داشتم، با همدیگه حرف میزدیم تا اینکه قرار ملاقات گذاشت و توی ماشین توی جای خلوتی با همدیگه داشتیم حرف میزدیم و مدام اصرار میکرد که بیا با همدیگه بریم به خونه
و داخل خونه بیشتر راجع به موضوعات مختلف حرف بزنیم و با هم شام بخوریم. ولی من قبول نکردم. برای بار اول بود که حالا این فرد از نزدیک میدیدم و نمیتونستم چنین چیزی رو قبول بکنم تا اینکه به یک بار فرد دیگری سوار ماشین شد. من وقتی عقب ماشین رو چک کردم دیدم که همون فرد دندانپزشکیه که من به مطب بهش رفته بودم و این فرد ادعا کرد که محمد امین دوست صمیمیشه. اسم این شخص شاهرخ بود. من نمیدونم حالا اسمشو واقعی به من گفته یا مستعار بوده این اسم، ولی در هر حال من بهش باور کرده بودم. داخل ماشین محمد امین هم شروع کرد به اصرار کردن واسه اینکه به خونه اون بریم و اونجا با هم دیگه خلوت بکنیم. ولی وقتی که من هیچ جوره حاضر به قبول کردن نبودم، استرس هم گرفته بودم و میخواستم که از ماشین پیاده بشم، یهو دیدم که محمد امین از پشت دستشو انداخت دور گلوی من و چاقو رو گذاشت روی گلوم و تهدیدم کرد که سر و صدا نکنم. بعد هم به دوست شاهرخ گفتش که ماشین رو برونه به یه سمتی که مشخص نبود کجاست. خودشون میدونستن، مثل اینکه از قبل بارها به اونجا رفته بودن. خیلی جای سوت و کوری بود و هیچ کسی هم اونجا رفت آمدی نداشت. اونها با نامردی تمام من رو به عقب ماشین بردن و 2 نفری داخل ماشین بهم دست درازی کردن و بعد از اینکه کار خودشون تموم شد و بهم تجاوز کردن، من رو در همون حال، در حالی که لباس هام هم تا حدودی پاره شده بودن، در همون محدوده خلوت رهام کردن و از اونجا رفتن. با هزار زحمت تونستم که به محل زندگیمون برگردم. وقتی به خونه رفتم و پدر و مادرم من رو توی اون وضعیت دیدن، حسابی شوکه شده بودن. باورشون نمیشد که یه همچین اتفاقی واسم افتاده باشه. من همه چیزو براشون تعریف کردم و اونها بعد اینکه فهمیدن این شخص از من سوء استفاده کرده و اون دندانپزشکم در این ماجرا دخیل بوده، با من همراه شدن و به اداره آگاهی اومدیم. در حال حاضرم ازتون درخواست دارم تا به مسئله رسیدگی بکنید تا این افراد به اشد مجازات برسن. پلیس آگاهی بعد از ثبت این قضیه هنوز خبر نداشته که دندانپزشکی که از این دختر سوء استفاده کرده همون دندانپزشکی بوده که ازش بابت سوء استفاده شکایت شده بوده، اما به یک باره و به طرز مشکوکی شکایت ها پس گرفته شده بوده. تحقیقات برای پیدا کردن این افراد آغاز میشه. محمد امین در مطب به خودش شناسایی و بازداشت و دوست شاهرخ هم در حالی که به همراه یکی از دوستان خودش سوار بر یک خودروی هیوندای جنسیس کوپه بوده شناسایی و بازداشت و به اداره آگاهی منتقل میشه. این افراد در اداره ادعا میکنن که هرگز چنین اتفاقی رخ نداده و این دختر برای اینکه بتونه از اونها اخاذی بکنه داره این حرفا رو میزنه. محمد امین میگه خودتون شاهد هستین، سری قبل هم یه تعداد افراد از من به خاطر دست درازی شکایت کردن، ولی وقتی که دیدن حق با من بوده از شکایت خودشون صرف نظر کردن. البته رفته رفته موضوعات عجیب تری توی این پرونده مطرح میشه. پلیس در هر حالتی که وجود داشته با توجه به اینکه این دختر به پزشکی قانونی مراجعه کرده و کارشناسای پزشکی قانونی تایید کرده بودند که به اون تجاوز شده، رابطه باهاش برقرار شده بوده و دی ان ای شاهرخ در بدن این فرد پیدا شده، پرونده رو بی برو برگرد تکمیل و به دادگاه میفرسته. مشخص نمیشه که در اولین جلسه دادگاه چه اتفاقی میفته، اما به یک باره قاضی در کمال تعجب حکم تبرئه برای این 2 نفر صادر میکنه و میگه که با توجه به شواهد و قرائن موجود مثل این که این دختر واقعا برای اخاذی به سمت این افراد نزدیک شده بوده و تصمیم داشته تا از اونها پول خیلی زیادی به دست بیاره، ولی وقتی که شاهرخ و محمد امین چنین کاری رو انجام ندادن اون تصمیم گرفته تا بیاد و شکایت بکنه. موضوع دیگه ای که در دادگاه مطرح میشه جلسه اول این بوده که شاهرخ پیامک های مثبت 18ی که این 2 نفر بینشون رد و بدل شده بوده و این دختر با شنیدن و دیدن این پیامک ها وایس ها خوشحال می شده و لحظه شماری می کرده. اتفاقا برای این کار مشخص شده بوده که انگار این دختر واقعا داشته از این افراد اخاذی می کرده. موضوع دیگه‌ای که مطرح میشه این بوده که محمد امین ادعا میکنه اون شبی که این اتفاق به قول خود این دختر براش رخ داده توی مطب خودش حضور داشته و به جایی که این دختر معرفی کرده نرفته بوده. این دختر گفته بوده که حوالی ساعت 8:30 9 شب این ماجرا براش پیش اومده
اومده، در حالی که واقعا هم همینطور بوده. ساعت حوالی 8:30-9 شب محمد امین در مطب خودش بوده. ولی چطور امکان داشته که این ماجرا در این حد برنامه‌ریزی شده پیش بره؟ به خاطر همین مثلا قاضی پرونده این دو نفر رو تبرئه میکنه تا اینکه پرونده برای رسیدگی به جلسه دوم فرستاده میشه. البته دیوان عالی کشور بوده که حکم تبرئه رو میشکنه از اونجایی که این دختر و خانواده‌اش و وکیلشون اعتراض میکنن نسبت به حکم و دیوان عالی کشور و قضاتش حکم رو میشکنن و پرونده رو برای رسیدگی به جلسه دوم میفرستن. در جلسه دوم اتفاقات مهمتری رخ میده، اتفاقاتی که باعث میشه پلیس به همه چیز پی ببره، حتی به همون کسانی که در پرونده از محمد امین به اتهام سوء استفاده از اونها در مطبش شکایت کرده بودن اما شکایتشون رو پس گرفتن. این افراد در ازای دریافت پول خیلی زیاد، هر کدومشون فکر میکنم اون بازه بالای 50 میلیون تومان طبق اون چیزی که گفته شده از محمد امین پول گرفته بودن تا از شکایت خودشون صرف نظر بکنن که همین کار رو هم انجام دادن. موضوع دیگه‌ای که مطرح بوده این وسط این بوده که محمد امین تصاویر دوربین‌های مداربستگی مطب خودش رو دستکاری کرده بوده و سعی کرده بوده با این کار سر مأمور قانون رو گول بزنه و اون رو فریب بده که پلیس متوجه این جریان میشه. از طرفی 2 گزارش از 2 خانوم دیگه به دست نیروهای آگاهی میرسه مبنی بر اینکه محمد امین به همراه دوست شاهرخ از اونها هم سوء استفاده کرده. اولین نفر فردی بوده که ادعا میکنه به مطب دکتر اومده و بعد از اینکه دکتر تصمیم داشته تا با این فرد کمی صمیمیتر بشه بهش ابراز علاقه کرده و به دنبال همین ابراز علاقه هم این دختر رو سمت خودش جذب کرده و با همدیگه رابطه عاطفی نوپایی رو شروع کرده بودن. این دختر یه بیماری خیلی خاصی داشته که قرصش خیلی کم پیدا می شده، در واقع یه جوری کمیاب بوده در تهران که این دکتر ادعا کرده به خاطر این دختر اون قرص رو تهیه کرده و از طریق یکی از دوستانش که در دبی بوده اون قرص رو به ایران آورده. محمد امین از همین طریق این خانم رو به خونه خودش کشونده و اونجا از این خانم خواسته تا اون رو همراهی بکنه با همدیگه مشروبات الکلی مصرف بکنن. این خانم میگه بعد از اینکه به خونه این دندانپزشک رفتم دیدم که اون یه کلکسیونی از چاقوهای مختلف توی خونه دقیقاً در تیررس دید من قرار داده که من با دیدن چاقوها و برقشون واقعاً ترسیده بودم، استرس خیلی زیادی هم گرفته بودم، برای همین خدا میکردم که اتفاق خاصی نیفته. ولی این فرد بعد از اینکه مشروبات الکلی رو برای من سرو کرد و با همدیگه کمی از این مشروبات خوردیم، من یه کمی مست شدم و نتونستم خودم رو کنترل بکنم که توی همون حالت بود که این دکتر به سمت من نزدیک شد و بعد هم داخل پذیرایی با من رابطه برقرار کرد. بعد از این جریان، بعد اینکه از خونه محمد امین رفتم، موضوع رو به دوستم گفتم. دوستم به من گفتش که این موضوع کمی غیر عادیه و این اتفاق نباید به این زودی ها برات رخ میداده و باید بری و از این دکتر بابت اینکه ازت سوء استفاده کرده شکایت بکنی. من نمیخواستم این اتفاق بیفته، تصمیم داشتم تا رابطه ای رو با این پزشک شروع بکنم، اما وقتی که بعد گذشت مدتی بارها و بارها با محمد امین تماس گرفتم ولی جواب تلفنم رو نمیداد، به مطب بهش رفتم که داخل مطب رفتار خیلی بد و زننده‌ای با من داشت، رفتاری که سرم داد زد و ازم خواستش که از مطب خارج بشم و دیگه به اونجا نرم و ادعا کرد که صرفاً فقط یک بار قرار بوده که با همدیگه ملاقات داشته باشن و یه تجربه‌ای داشته باشن که دو طرف هم از این بابت منفعت خودشون رو بردن. من بعد از این ماجرا یه افسردگی عجیبی گرفته بودم تا اینکه قضیه شکایت‌های پی در پی از مطب محمد امین رو شنیدم و فهمیدم که کلاً کار این پزشک این بوده و از مریض‌های خودش سوء استفاده می‌کرده. برای همین حاضر شدم تا به اداره آگاهی بیام و از این شخص شکایت بکنم. پلیس گفته‌های این زن رو ثبت میکنه و با به دست اومدن این گفته ها مشخص میشه که محمد امین و دوست شاهرخ چندان هم بیگناه نبودن و اتفاقا در این ماجراها دخالت داشتن، تا اینکه منشی دفتر خود محمد امین هم میاد و از شاهرخ و این فرد شکایت میکنه. این زن در حالی که داشته به موضوعاتی که قبلا مطرح شده اشاره میکرده و میگه شاهد تمامی این اتفاقات بوده، حتی سر
سر و صداهای بیمارانش رو در داخل اتاق محمد امین شنیده به موضوع مهمتری اشاره میکنه و اون میگه که این دکتر از خانومهایی که خوشش میومد و دوست داشت که با اونها یک کمی ارتباطش صمیمیتر بشه به اتاق دوم معاینش و کارهای پزشکیش منتقل میکرد. این پزشک توی مطبش 2 تا اتاق داشته که یکی از اتاقها دوربین مداربسته داشته و تقریبا تمامی روزها اونجا تصاویر ثبت میشده، یکی از اتاقها دوربین مداربسته نداشته و درش قفل بوده و ادعا شده بوده که اونجا انباریه و اون موقعی که نیروهای آگاهی وقتی که برای بررسی مطب به اونجا اومده بودن نتونسته بودن تشخیص بدن که چه اتفاقی افتاده. منشی مطب محمد امین میگه این شخص مطب خودش رو به نوعی آماده کرده بود که شامل 2 تا اتاق بود و هر 2 تا اتاق کاملا شبیه همدیگه بودن. حتی مراجعا و بیمارا هم وقتی به اونجا می اومدن برای بار دوم یادشون نمیموند که در کدوم اتاق معاینه شدن یا تحت درمان قرار گرفتن. از طرفی این شخص میگه من خودم شاهد این ماجرا بودم که محمد امین به 1-2 نفر از همون کسایی که بهش ازش شکایت کرده بودن پول خیلی زیادی داد به عنوان حق السکوت تا اونها از شکایتشون صرف نظر بکنن که همین اتفاق هم افتاده بود. اما منشی در رابطه با اتفاقی که برای خودش افتاده میگه دوست این شخص به اسم شاهرخ توی مطب به مدت خیلی زیادی هر از گاهی میومد توی مطب و در انتظار بین بقیه مریض ها مینشست. حدوداً 3-4 ساعتی میومد و اونجا بود تا اینکه توی این بازه زمانی من متوجه شدم که این فرد یه دونه ماشین هیوندای جنسیس کوپه داره و کم کم به خاطر وضعیتی که داشت و یه جورایی هم مشخص بود که پسر خیلی پرهیجانیه من به سمتش جذب شدم و شاهرخ تونست مخ من رو بزن و با همدیگه درگیر یه رابطه عاطفی شدیم. توی این مدتی که با همدیگه توی رابطه بودیم من تا به الان 1 بار هم به خونه شاهرخ نرفته بودم تا اینکه اون این کار رو انجام داد و به صرف شام من رو به خونش دعوت کرد. بعد از اینکه نشستیم و داخل خونش با همدیگه شام خوردیم حال من بد شد، انگار که سرم داشت گیج میرفت و نمیدونستم که داره چه اتفاقی برام میفته که به یک باره بعد از خوردن شام از حال رفتم و دیگه تا صبح بیدار نشدم. صبح که به خودم اومدم دیدم توی یکی از اتاق‌ها روی تخت خواب افتادم، لباس چندانی به تن ندارم و کسی هم دور اطرافم نیست. بعد از اینکه بلند شدم رفتم پذیرایی رو چک کردم، دیدم که شاهرخ توی خونه در آشپزخونه است. به من گفتش که صبح بخیر و بعد هم ماجرا رو برام تعریف کرد و بهم گفتش که دیشب یه همچین اتفاقی افتاده. البته اون بهم گفتش که دیشب بعد از اینکه شام خوردیم نشستیم با همدیگه مشروب خوردیم و من مست کردم و از اون خواستم رابطه برقرار بکنیم و بعد از این ماجرا به اتاق رفتیم و با همدیگه خوابیدیم و بعد از اون من تا صبح نتونستم بیدار بشم به خاطر حال بدم که الان اینجا هستم. منشی محمد امین به مامورا میگه من به قضیه مشکوک شده بودم. البته با اینکه شاهرخ با من رابطه برقرار کرده بود تا اون لحظه هیچ مشکلی نداشتم تا اینکه من متوجه شدم داخل خونه یک گوشی تلفن همراه هست که متعلق به شاهرخ نیست. گوشی رو که چک کردم فهمیدم گوشی برای محمد امینه. از شاهرخ پرسیدم که جریان چیه. اونم بهم گفتش مثل این که دیشب بعد از اینکه ما با همدیگه بودیم و من رفتم توی اتاق خوابیدم، محمد امین به اونجا اومده، چند ساعتی رو اونجا حضور داشت و بعد هم از اونجا رفته. بعد از شنیدن این جریان و با توجه به حرفایی که شاهرخ بهم زده بود و اینکه من توی ذهنم چیز دیگه‌ای از دیشب داشتم و بعد از شام بود که این اتفاق برام افتاده بود و مشروب هم نخورده بودم، یک کمی به قضیه مشکوک شدم و با این حال از اونجا خارج شدم و بعد از اون هم 2-3 باری با شاهرخ ملاقات داشتم تا اینکه این اتفاقات افتاد و شما به سراغ محمد امین و شاهرخ اومدید و گفتید که یه همچین کاری رو انجام دادن و از دختری سوء استفاده کردن. من بعد از شنیدن این جریان شوکه شدم چون که شاهرخ خیلی به من نزدیک بود، در حدی که ادعا می‌کرد می‌خواد با من ازدواج بکنه و من بهش گفته بودم که از ارتباطش با بقیه دخترها هراسانم، میترسم و استرس دارم و نباید این کار انجام بده که چون من نسبت به این موضوع خیلی حساس هستم. شاهرخ هم قبول کرده بود ولی بعد از اون
شب وقتی که این اتفاقات افتاد و شما به سراغ شاهرخ و محمد امین اومدید و گفتید که اونها اینجوری از زنهای مختلفی سوء استفاده کردن، در کنارش از قبل که من به قضیه مشکوک بودم و به پزشکی قانونی رفته بودم و اونها تایید کرده بودن که دی ان ای شاهرخ در بدنم هست، در کنارش دی ان ای فرد دیگری هم بوده که اونها نتونستن تشخیص بدن، احتمال دادم تا شاید شاهرخ به همراه محمد امین از من سوء استفاده کرد و این داستان سرایی رو کرده تا ماجرا رو بپیچونه. برای همین هم تصمیم گرفتم به اداره بیام و این گزارش رو بدم و درخواست شکایت خودم رو ثبت بکنم. منشی دفتر محمد امین به همه اتفاقاتی که در طی این مدت رخ داده بوده و برای پلیس حتی بعضیاشون مبهم بوده اشاره کرده و همه چیز رو برای نیروهای آگاهی واضح و شفاف میکنه. پلیس متوجه میشه که شاهرخ دوست صمیمی محمد امین با توجه به درخواستای محمد امین به مطب اون میومده، توی اتاق انتظار اونجا کنار بقیه بیمارها مینشسته و بیمارهایی که اونجا وضعیت مناسبی داشتن، ظاهر جذابی داشتن رو برای محمد امین تور میکرده، باهاشون درگیر رابطه میشده و محمد امین رو به وسط میآورده تا اون هم بتونه از اونها سوء استفاده بکنه. بعد از مشخص شدن تمامی این اتفاقات معلوم میشه که شاکی اول پرونده، یعنی اون خانومی که ادعا کرده این 2 نفر داخل ماشین ازش سوء استفاده کردن، هم گفته‌هاش حقیقت داشته و به دروغ چیزی رو مطرح نکرده بوده و به دنبال سوء استفاده یا اخاذی از این افراد نبوده. دادگاه دومی که برگزار شده، قاضی پرونده بعد از اینکه اطلاعات جدیدی به دست اومده این بار با نگاه بازتری به پرونده احاطه داشته و میدونسته که چه اتفاقی افتاده. بررسی‌های بیشتر نشون میده که محمد امین داخل ایران مدرک دندانپزشکی نگرفته بوده، اون در یک کشور خارجی این مدرک رو گرفته و بعد در داخل ایران امتحان داده و مدرکش رو معادل سازی کرده بوده که تا همین چند وقت پیش هم پیش یه پزشک دیگه کار میکرده که موفق شده بوده برای خودش مطب جدیدی بزنه و به تنهایی کار بکنه. اما معلوم بوده که ذهن کاملا معیوبی داشته و بدون سوء استفاده از خانم‌های مختلف بوده که خودش هم به این مسئله اشاره میکنه و ادعا میکنه به خاطر اینکه در کشور خارجی بوده و به دلیل محدودیت‌هایی که در خانواده داشته اونجا تحت تاثیر اون فضا قرار گرفته، بعد از اینکه به ایران اومده نتونسته این شرایط رو تحمل بکنه و از دوست شاهرخ درخواست کمک کرده که با همدیگه چنین برنامه‌ریزی کردن تا محمد امین بتونه از خانم‌های مختلف هر کسی که دوست داره بهشون نزدیکی بکنه یا ازشون سوء استفاده داشته باشه، که از دید محمد امین این چیزا سوء استفاده نبوده و مسائل عادی بوده که براش رخ میداده. البته قاضی پرونده بعد از بررسی شواهد و مدارک موجود، از اونجایی که پزشکی قانونی در این باره آزمایش‌های خودش رو انجام داده بوده و تاییدهایی هم نسبت به مسئله داشته، ادعای تجاوز رو مطرح کرده بوده و این موضوع رو اثبات کرده. برای همین هم قاضی پرونده این 2 نفر رو به اتهام چند فقره تجاوز به عنف و در کنارش سوء استفاده جنسی از افراد مختلف محکوم به اعدام میکنه که این بار هم وکیل محمد امین و شاهرخ نسبت به این حکم اعتراض میکنه و ادعای خودش رو مطرح میکنه مبنی بر این که همه این خانوم‌ها با میل و علاقه شخصی خودشون به سراغ محمد امین و یا شاهرخ اومده بودن و قضیه اجباری این وسط مطرح نبوده. قربانیای این پرونده هم نمیتونن مدرکی دال بر تجاوز رو در اختیار دادگاه قرار بدن که محمد امین و شاهرخ پیامک هایی رو داشتن، وایس هایی رو داشتن که نشون میداده این افراد با میل و علاقه این کار رو انجام دادن. از منشی دفتر گرفته تا اون خانومی که همراه با محمد امین به خونش رفته بوده، پیامک هایی بینشون رد و بدل شده که نشون میداده این افراد مشکلی از این قضیه نداشتن و الان که این اتفاقات افتاده اومدن ادعا کردن که محمد امین و شاهرخ به اونها تجاوز کردن، در حالی که این مسئله از پایه اشتباه بوده. شواهد و مدارک موجود مسئله تجاوز به عنف رو رد میکنه. در کنارش افرادی که نسبت به دست درازی و سوء استفاده از محمد امین شکایت کرده بودن هم شکایت
شکایت خودشون پس گرفته بودن و فقط شکایت این 3 خانم اینجا مطرح بوده. خانم اولی هم که ادعا کرده این افراد بهش تجاوز کردن داخل ماشین هم پیامک‌هاش موجود بوده که نشون میداده چنین اتفاقی رخ نداده و این فرد از قبل با میل و علاقه به سمت شاهرخ اومده بوده. آزمایش‌هایی هم که از این شخص صورت میگیره فقط DNA شاهرخ رو در بدن اون تایید میکنه. البته این زن در دادگاه ادعا میکنه که محمد امین فقط از بدن اون سوء استفاده کرده بوده و باهاش نزدیکی آنچنانی نداشته. به خاطر همین موضوع هم قاضی پرونده از اونجایی که مدرک مهم و معتبری برای تجاوز به عنف پیدا نمیشه، در نهایت محمد امین و شاهرخ رو به اتهام رابطه نامشروع به 100 ضربه شلاق، 4 سال حبس و خود محمد امین رو به تعلیق از فعالیت پزشکیش به مدت 10 سال محکوم میکنه. در کنار این قضیه این افراد محکوم به پرداخت خسارت هم میشن و بدین ترتیب این پرونده با همین شرایط به پایان میرسه. خب دوستان عزیزم، در انتهای پرونده هستیم. امیدوارم هر جا که هستید موفق، سالم و تندرست باشید. اتفاقات عجیبی بود که توسط این پزشک و دوستش رخ داده بود. انگار که این پزشک واقعا بیماری خاصی داشته و یه جورایی روانپریش بوده که خیلی راحت میتونسته از زنهای مختلف به طرق مختلف سوء استفاده بکنه و حتی دوست خودش رو هم بابت این کار اجیر کرده بوده. اونجایی که منشی مطبش میگه این فرد برای اینکه کار لو نره 2 تا اتاق شبیه به هم داخل مطب خودش تعبیه کرده بوده و در یکی از اتاقا دوربین داشته و یکی از اتاقا دوربین نداشته. قضیه واقعا به نظر جدی می اومده. مشکل بیماری این فرد به نظر من اونجا خیلی حاد دیده می شده، ولی من تقصیر رو گردن اون خانوم هایی میندازم و از اون خانوم هایی میدونم که بابت دسترازی و سوء استفاده این فرد شکایت کرده بودن ولی حاضر شدن در ازای دریافت پول سکوت بکنن و شکایت خودشون رو پس بگیرن. اگر این کار رو انجام نمیدادن، حداقل من فکر میکنم که شاید افراد دیگه‌ای که توی این پرونده درگیر این ماجرا شدن، مخصوصا این 3 تا خانومی که ازشون سوء استفاده شد، اینجوری درگیر این ماجرا نمیشدن و قربانی نمیشدن. در انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید، صفحه رو سابسکرایب و فالو داشته باشید. در قسمت کامنت ها نظراتتون رو برام بنویسید که بیشتر با هم دیگه در تعامل باشیم و پرونده ها رو که یکی ساعت 1 ظهر یکی هم ساعت 9 شب براتون آپلود میشه رو حتما نگاه بکنید که ازشون جان نمونید و زنگوله رو هم فعال بکنید. این رو هم بگم که یک شنبه ها ما پرونده نداریم، به عنوان یک روز در هفته استراحت هست برای کانال، ولی بقیه روزها ما 2 تا پروندهمون رو داریم و در آخر اگر دوست داشتید میتونید پرونده روز قبلمون رو که مربوط به اتفاقات عجیب و غریبیه که در مشهد رخ میده و یه خانوم و آقا اقدام به سوء استفاده گری از مردهای مسن سرمایه‌دار در مشهد میکنن، دست به اتفاقات عجیب و غریبی میزنن رو حتما تماشا بکنید و برای دوستانتون هم بفرستید که اونها هم ببینن و آگاه بشن.